اگه 14 روز آب برنج رو به پوستت بزنی چی میشه؟ روز اول تا سوم تغییرات خاصی رو نمیبینی، اما ویتامین هایی مثل B6 و B2، نیاسین و اینوزیتول شروع میکنن به جذب شدن. نرمی پوستت بیشتر شده چون آبرسانی شروع شده. روز 4 تا 7 کدری پوستت کم کم محو میشه. نیاسین به کاهش ملانین کمک میکنه و اینوزیتول باعث بهبود بافت پوست میشه و رنگ پوست یک نواختر به نظر میرسه. روز 8 تا 10 منافذ شروع به جمع شدن میکنن. اگه از آب برنج تخمیر شده استفاده کرده باشی، اسید لاکتیکش کمک میکنه که پی اچ پوستت تنظیم بشه. روز 11 تا 14 حالا پوستت روشن‌تر شده، آبرسانی قوی‌تر شده و لکه‌ها محو‌تر شدن. حس میکنی پوستت تمیزتره حتی بدون کرم و آرایش. تو قطعا به این روند ادامه میدی چون یه پوست نرم و شفاف و مرطوب آرزوی همه است. محتوای پیج من با طبیعی ترین حالت ممکن تو رو میبره به سمت یه جسم سالم.